بدبویی دهان بویی نوفورم است که بیشتر هنگام بیماری های میلکی دندان ها، دماغ، سرخورده، معده شش و غیره پدید می آید. در بعضی موردها بدبویی دهان نشانه دیابت قند، گازک گرده، نفریت یا بیماری های دیگری عضوهای درونی است. هنگام بدبویی دهان برای معاین کردن سبب پیدایش و برطرف نمودن آن به دکتر دندان مراجعت کردن لازم است. اولا علت دهان و دندان ها را تبابت باید کرد. بعد مصلحت دکتران دیگر نیز لازم است. بدبویی دهان را توسط الیکسیری دندان، ایدئال، لیمونی، سپیциальний، ساقیچ، دیرول اوربیت و غیره لوسیون ها آبهای مشکین موقتا برطرف می نمایند. برای پیشگیری بدبویی دهان بعد استعمال غذا و پیش از خواب دندان ها را آبگردان کرده دندان ها را شستن لازم است. خصوصا پروتز ها را خوب نگاه و بین باید کرد. رعایت قاعده های بهداشت شخصی خصوصا ساناسیای جعفی دهان عامل مهم پیشگیری بدبویی دهان می باشد. هنگام این یا آن بیماری خصوصا بیماری های معده یا روده اجرای مصلحت دکتر حتمی است. دوستان عزیز، اینک رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای دیگر شاد و پیروز باشد.